بابا طاهر عریان همدانی. بابا طاهر عریان همدانی عارف و شاعر معروف قرن پنجم همزمان با عصر سلجوقیان میزیسته است. درباره تاریخ تولد و چگونگی آغاز زندگی او اطلاعات دقیق در دست نیست. برخی او را معاصر عین القضات همدانی که در قرن پنجم و بعض معاصر خواجه نصرالدین طوسی در قرن ششم هجری قمری می‌دانند که برابر با عصرهای دهم و یازدهم میلادی است. میگویند او با قناعت و وارستگی در روستای ملایر همدان عمر به سر برده است. پاکی درون و خودسازی او در اشعار و دو بیتی‌هایش به طور واضح قابل مشاهده هستند. ابن راوندی در کتاب خود از منابع تاریخی عصر سلجوقیان گزارش از دیدار بابا طاهر با سلطان طغرل سلجوقی ارائه می‌دهد که در آن ملاقات سلطان سلجوقی وی را مورد احترام و کرامت قرار می‌دهد و تأثیر قابل توجه از بابا طاهر می‌گیرد. راوندی شرح داستان را چنین آورده است: شنیدم که چون سلطان طغرل بیگ به همدان آمد از اولیا 3 پیر بودند: بابا طاهر، بابا جعفر و شیخ همشا که در کوه در همدان ایستاده بودند. نظر سلطان بر ایشان افتاد. کوکبه لشکر بداشت و پیاده شد و با وزیر ابو نصر پیش آنها آمد. بابا طاهر که شخص شیفتگونه بود او را گفت: با خلق خدا چه خواهی کرد؟ سلطان گفت: آنچه تو فرمایی. بابا طاهر گفت: آن کن که خدای می فرماید. عدل و احسان پیشه کن. سلطان بگریست و گفت: چنین کنم. بابا طاهر دستش بگرفت و گفت: پذیرفتی؟ سلطان گفت: چنین کنم. بابا سر آفتابه شکسته که سالها از آن استفاده می کرد در انگشت داشت. بیرون کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت: مملکتی عالم چنین در دستی تو کردم، بر عدل باش. بجز این داستان که در منابع تاریخی آمده اند، اطلاعات بیشتری از زندگی شخصی بابا طاهر دسترس نیست. او در 85 سالگی در همدان چشم از عالم پوشید و در همانجا به خاک سپرده شد. آرامگاه بابا طاهر عریان بر فراز تپه در شمال غربی شهر همدان ایران قرار گرفته است. بابا طاهر در طول زندگانی خود لقب یا تخلص‌های زیادی داشت. بابا مشهورترین لقبی وی بود که آن را معادل مرشید و پیر می‌دانند. عریان یکی دیگر از لقب‌های بابا طاهر بود که این لقب نشان دهنده دوری جستن او از علاقمندی‌های دنیوی بود. در برخی از منابع صفت‌های مانند دیوانه، دیوانه فرزانه، شوریده و شیفته را نیز برای بابا طاهر به کار بردند. لور و همدانی از دیگر لقب‌هایی هستند که بابا طاهر به آنها خوانده میشد که یکی به قومیت و دیگری به زادگاه وی اشاره دارد. آثار و اشعار باقی مانده از بابا طاهر عریان نیز زیاد نیستند، اما امروزه همه بابا طاهر عریان را به خاطر 2 بیتی‌های شیرین و دلربایش میشناسند. این 2 بیتی‌های ساده در 2 نوع، عوام پسند و خاص پسند سروده شدند. زبان شعر بابا طاهر عریان ساده است و هیچ پیچیدگی در آن دیده نمی شود. او اندیشه های پاک و بی آلایش خود را که از ضمیر جان سوختش برمی آید و صورت روان در شعر خود به کار می برد. سروده های اندکی که از بابا طاهر باقی مانده است خصوصیت هایی دارند که سبک شعری او را از اشعار دیگران جدا می کند. سادگی، عشق، عرفان، پند و اندرز، کاربرد عنصرهای طبیعت و سور خیال از مهمترین این خصوصیت هاست. همچنین
رساله عرفانی از بابا طاهر عریان با زبان عربی به جای مانده است که اشارات نام دارد و مضمون آن درباره معرفت، علم، عبادت و محبت است. افزون بر این چند قصیده و غزل هم به بابا طاهر عریان منسوب می دانند. حالا باشد نمونه چند از دو بیتی های شیرین و دلربای بابا طاهر عریان پیشکشتان می گردانیم. ز دستی دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجر نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مان رندم که نامم بی قلندر، نه جان دیرم نه مان دیرم نه لنگر. چو روج آیو بگردم گرد گیتی، چو شو آیو به خشتی وانهم سر. عزیزا کاسه چشمم سرآید، میانی هر دو چشمان جای پایت. از آن ترسم که غافل پا نهی تو، نشیند خار مژگانم به پایت. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران، پسندم آنچه را جانان پسندد. شبی تاریک و سنگستان و مو مست، قدح از دست مو افتاد و نشکست. نگه دارنده اش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. الهی گردنی گردون شود خرد، که فرزندان آدم را همه برد. یکی ناگه که زنده شد فلانی، همه گویند فلان ابن فلان مرد. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ. اگر ملک سلیمانت ببخشند، در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. ببندم شال و می پوشم قدک را، بنازم گردشی چرخ و فلک را. بگردم آب دریاها سراسر، بشویم هر دو دستی بی نمک را. نمی دانم دلم دیوانه کیست، کجا آواره و در خانه کیست. نمی دانم دل سرگشته مو، اسیر نرگسی مستانه کیست. غریبی بس مرا دلگیر دارد، فلک بر گردنم زنجیر دارد. فلک از گردنم زنجیر بردار، که غربت خاک دامنگیر دارد. تنی محنت کشی دیرم خدایا، دل با غم خوشی دیرم خدایا. ز شوق مسکن و داد غریبی، به سینه آتشی دیرم خدایا. گر یار مرا دیدی به خلوت، بگو ای بی وفا ای بی مروت. گریبانم ز دستت چاک چاک و، نخواهم دوخت تا روزی قیامت. ته دوری از برم دل در برم نیست، هوای دیگری اندر سرم نیست. به جان دلبرم کز هر دو عالم،
تمنای دگر جز دلبرم نیست. بی تو سر در بیابانم شب و روز، سرشک از دیده بارانم شب و روز. نه بیمارم که جایم می کری درد، همی دانم که نالانم شب و روز. غم و درد مو از عطار واپرس، درازی شب از بیمار واپرس. خلایق هر یک 100 بار پرسند، تو که جان و دلی 1 بار واپرس. دو چشمانت پیاله پر ز می بی، خراج ابروانت ملک غیبی. همه وعده کردی امروز و فردا، نمی دانم که فردای تو کی بی. عزیزان از غم و درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی. به درد غربت و هجرم گرفتار، نه یار و همدمی نه آشنایی. سه درد آمد به جونم هر سه 1 بار، غریبی و اسیری و غمی یار. غریبی و اسیری چاره دیره، غمی یار و غمی یار و غمی یار. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملایک، تو قدر خود نمی دانی چه حاصل.